مهدی فکر کنم همین باشه. برگرد یواش بیا کنار، یواش بیا عقب. فکر کنم همین باشه. یواش بیا عقب، بیا کنارش. فکر کنم همین باشه. یواش برو عقب، برو مهدی بیا پایین. شما برو جلو واسطه. سلام. حالت خوبه؟ بله. خوبی؟ چیکار میکنی؟ دارم آشغال جمع میکنم. اسم چیه؟ شیرین. شیرین؟ مگه تو پسر نیستی؟ نه، لباس پوشیدم که همه فکر کنم پسر. خب این موقع شب اینجا ببینم چی جمع کردی. آها، کاغذ و پلاستیک و مقوا. چند وقت این کارو میکنی؟ هم موقعی که پدرم کلیهش درد گرفت من این کارو دارم میکنم. مامانم قبلا کار میکرد دیگه، اونم مریض شد نتونست، من مجبور شدم به جای اونا کار کنم. خب شیرین کوچولو، اذیت نمیشی؟ اذیت که میشم ولی زندگیه دیگه، کاریش نمیشه. مدرسه هم میری؟ بله، امسال پنجممو به امید خدا تموم کردم، قبول شدم. درست خوبه؟ بله. روزی چقدر جمع میکنی؟ شبه چقدر جمع میکنی؟ اگه بشه 10 تومن یا 15 تومن، اونم اگه بشه. اگه هم نشه که هیچ. 10-15 تومن ها؟ بله. بعد کفاف زندگیتونو میده؟ نه، باید پول داروهای پدرمو بدم، خرج خونه رو بدم، کرایه خونه رو بدم، پول آب برق رو بدم. ای بابا، یه پا مردی پس شیرین کوچولو. مجبورم که کار کنم. خودم هم دوست ندارم کار کنم ولی به خاطر پدر و مادرم مجبورم این کارو کنم. خرج داروشون چقدره؟ دادا اون سری 100,000 تومن دادم، آخرم پدرم خوب نشد، خوب که نشد بدترم شد. تو مدرسه میدونن تو این کارو میکنی؟ فقط خانم مدیرمون میدونه، اونم تو خیابون دیدت. کی دیدتت؟ موقعی که شبا تو چیز کار میکردم خونهشون نزدیک مدرسه بود، بعد منو دید گفت این کارو میکنی به خاطر چی؟ منم گفتم به خاطر پدرم. معدل چنده؟ 17 شد. بده؟ نه خیلی خوبه، خوبتر از اون غیرتته. غیرت یه دختر که اینقدر مردونه است، اینقدر بالاست. خواهر برادر نداری؟ نه، خودم هم تک و تنها. شیرین جان چه آرزویی داری؟ آرزو دارم تمام بدبختای دنیا یه روزی به یه جایی برسن، موفق شن، مثل من دستشون رو تو زباله نکنن، همیشه موفق باشن بچه یتیما. از خودت گرفتارتر کسی رو دیدی؟ دیدم، خیلی دیدم. بازم خدا رو شکر میکنم تن سالم دارم، میتونم خرج پدر مادرم رو بدم، پدر مادرم محتاج کسی نشن. راضیم. راجع به آینده چی فکر میکنی؟ آینده دوست دارم آینده یه فرد مفید باشم که واسه همه مفید بمونم. یا مثلا بچه‌های مریض رو خوب کنم، یتیما. خیلی راجع به یتیما حرف میزنی، به یتیم حساسی نه؟ آره، واقعا کسی که پدر نداره خیلی حسرت پدر میخوره، کسی که مادر نداره. منم یه دوست داشتم اینجوری بود، خیلی حسرت میخورد، بعد واسه همین یتیما خیلی حساس. که دست و آشغال میبرید، گفتی که مثلا یه کار بکنیم دست و آشغال نبریم، تو دست و آشغال بردن چجوریه این که گفتی؟ خب خوب نیست. شما امتحان نکردید. من اگه شبا کار میکنم فقط به خاطر پدر مریضمه که اون خوب بشه، فقط به خاطر اونه، ولی من دوست ندارم که دستم تو زباله کنم 4 تا چیز بشنوم از دیگران.
چی میگم بهت؟ که بگن دختر زباله‌ای و فلان به درد نمیخوره. آینده من مثلا خراب شه سر مثلا. ولی چون پدر مادرم دوست دارم حاضرم جونم هم بدم واسهشون. ای بابا بیا الان یه امتحان بکنیم منم میتونم این کار انجام بدم. بریم. ها؟ ها؟ بابا این حرفا چیه؟ چرا؟ خب ببینم چه جوریه. خب بیا ببینیم چی اصلا. خب ببینم توش ببینیم چیه. نمیشه. بیا ببینم اصلا توش چیه. بیا ببینم. نمیشه. عمو راست میگی خیلی بو میده. الان تو چیا رو برمیداری؟ من این کارتونا رو برمیدارم. این کارتونو؟ بذار کتاب اصلا هست. اینا هم جمع کردی ها؟ نه میخواستم جمع کنم که شما اومدین رسیدین از رو. اینا رو جمع میکنیم. کتابای نوعی هم هست. آره من میرم میخونم. چیزایی که به دردم میخوره رو برمیدارم. اگه به درد سال دیگه هم خورد استفاده کنم. آها پس توش دنبال مطالعه هم هستی؟ بله. ها؟ بله. مثلا نگاه کن پولدارا چی کار میکنن. دفتر رو ببین چقدر اصراف میکنن. یکی مثل من محتاج به اینقدر ورقه. راست میگی نصفش خالیه. دیگه چی؟ ببینم توش چیه دیگه اینا؟ الان میگردم بهتون نشون بده ببینم. مثل این ریاضی نگاه کنید چقدر به درد آدم میخوره. آدم میتونه بخونه مطالعه کنه. مثل این درس سوم راهنمایی. سال دیگه نه که سال دیگه که یاد میگیرم بالاخره لازم هم میشه. ای بابا میبینید زبان تو زندگی آدم خیلی مفیده. آدم جایی میره زبان بلد نماشه اصلا به درد نمیخوره. میگن این دختره بی سواده. اینا رو جمع میکنم که فردا آینده خوبی داشته باشه. اینم اینا خیلی مفیدن. اینا مفیده. پس اینا نگه میداری مطالعه میکنی ها؟ بله. شیرین بله. آرزو چیه؟ آرزو اینه که مردم دیگه اصراف نکنن. این همه خدا به ما نعمت داده نباید اصراف بشه. آرزو خودت چی؟ نه آرزو خودت شخصی ولاج به خودت چه آرزویی داری؟ من همیشه واسه مردم واسه خودم هیچ آرزویی نداشتم. مگه میشه دختر آرزویی نداشته باشه؟ من فقط به سلامتی پدر مادرم باشه هیچ آرزویی دیگه ندارم. با اینکه موفق باشم تو زندگی. دوست داری چیکاره بشی؟ دوست دارم یه فرد مفید شم. نه چه کاره بشی؟ معلم، دکتر. که اینا من نمیرسم. چرا؟ خب من یه دختری هم که زباله جمع میکنم. وقت همه توقع مالا باشه که من یا دکتر بشم یا مهندس بشم. ما چیکاره بشی؟ در کل میخوام یه فرد مفیدی باشم واسه جامعه. که فردا مردم بگم بابا این یه کاری کرد واسه این جامعه. واسه دین اسلاممون. شما ماه رمضان روزه میگیری؟ بله واجبه به هر مسلمونی. با اینکه کار میکنم سخته برام ولی هر سال میگیرم. خیلی خوب. من تو آرزوتو نگی یا ولت نمیکنم. این آرزویی که برای همه میخوای خیلی خوبه. یه آرزوی خودت برای خودت. عاقبت بخیر. عزیز. نه مثلا دوست نداری یه شهری بری یه جایی بری؟ کدوم شهر دوست داری بری؟ قسمت نشده ولی دوست دارم اگه قسمت شد با مادرم و پدرم و ایشالا در آینده همسرم برم مشهد. عزیزم مشهد رفتی؟ نه تا حالا مشهد نرفتی؟ نه. من پامو تا حالا از تهران بیرون نذاشتم. خب راجب این دختره که همسن و سال تو هستند و یه مدار ناشکری میکنن و قدر نعمت رو نمیدونن چی میخوای بگی؟ از اصراف کردن بگم، از بی‌حجابی بگم، از بی‌احترامی به پدر مادر بگم، خیلی چیزا. دختر خیلی چیزا رو با رعایت کنه تا پسر. دوست دارم این چیزایی که میگم واسه 4 تا به درد بخوره. یه ذره مهذب شم، خوب شم. شبا تو سر چند کار میکنی؟ 12 1. نمیترسی تو خیابون؟ نه دیگه عادت کردم.
اه تقصیر شما شد. تقصیر من اه. آقا گولیه بله نبر. آقا گونیه نبر. دیدی عمو تقصیر شما شد. عمو جان ببخشید من منظور نداشتم. آقا نبر. اونی که دیگه چیزی نداره داره اون؟ آره ناره. نه اون نداشت حالا بیا اینا جمع بکنیم فعلا نبرم. عمو شما زحمت نکشید. نه دیگه بیا. دستتون درد نکنه عمو کمک کردیم. خب دخترم این الان برمیده چجوری میریزی دوشت میبری؟ اینجوری عمو یاد بگیر. آی یقرم اشکال نداره عادت. خداحافظم. رفتی؟ آره دیگه خب برم یه ذره پول در بیارم مامانم خوب شه دیگه چیکار کنم برم اجازه است؟ بذار تو ماشین ما به. نه ها؟ عادت کردم اما دیگه عادت رو نمیشه ترکش داد. شیرین خانم رفتی؟ بله خیلی شیرینی. شما گلی. زنده باشی عزیزم. خداحافظ. اسم چیه؟ شیرین. خیلی شیرینی. شما گلی.